سلام دوستان عزیز، من حکیمی هستم از فرانسه. خوش آمدید به برنامه نوبتی دیگری ما دوستان عزیز فعلا قرار دارم در یکی از راه‌های خیلی هم زیبا و دیدنی و سیمبل شهر پاریس، این هم باشد تور ایفل. چون که در نوارهای خود می‌بینید دوستان عزیز، ما اومدیم امشب شبی پوشیده شبی بازی‌های تابستانی المپیک 2024 شهر پاریس میباشد. ما فعلا قرار داریم در بالای یکی از ماست‌ها یا پل‌هایی که دریای سن از این طرف شهر با اون طرف شهر پیوست میکنن و من در همین پول شده شوی مثلا همین بازی‌های المپیک دایر گشته بود و دوستان عزیز نگفتن امانت به کانال ما سر بزنید، به کانال ما سابسکرایب کنید، به کانال ما ابونه شوید و زنگوله دومی رو برای همیشه فعال بسازید تا که بیننده برنامه‌های ما باشید. دیگه با خیر رفتیم با هم این برنامه رو تماشا می‌کنیم. رفتیم. با نام خدایاد خدا. سلام دوستان عزیز، من فعلا قرار دارم در یکی از شهرهای بزرگ فرانسه، این هم شهر پاریس که شب آخران چی میگن بازی‌های المپیک 2024 شهر پاریس است. ما فعلا قرار داریم در یکی از کوچه‌ها خیابان‌هایی که به سمت تور ایفل و ایفلی باش نمی‌روند و ببینید دوستان عزیز، ما فعلا قرار دارم در یکی از کوچه‌ها و این هم شما هم تور ایفل. این تور ایفل یا ایفلی باشنه یک سمت بریم دیگه طرفا و با ما باشید. برنامه جالب و رنگین ما از نزدیک داریم، از پیش است، میتونید که برنامه ما رو دنبال کنید و تماشا کنید. کم تور ایفل از سمت دور و ما میریم میده نزدیک همین تور ایفل. با ما بمانید. هنوز هم سر گشتی شبانگاهی یا که بیگاهی روزی چی میگن سر گشت شبانه ما در شهر پاریس ادامه دارن و میریم طرف های برج ایفل. دوستان بینید رستوران ها همه در بالای دریا کار کردن. ساعت فعلا 23 های 11 شب. شهر آنها چی میگن بیداره، شهر خواب نیست. خیلی جالب کردن همین تور ایفل، برج ایفل. ببینید دوستان عزیز، هنوز هم سیر و گشت ما ادامه داره و میریم طرفی مرکزی ایفلی باشنیا یا که تور ایفل. اینجا هم چنانچه گفتم تمامی گردشگران و سیاحان و ورزشکاران همه در اینجا تا سحر میگردن. ببینید تمام کشتی ها آدم دارن و مردم هم گشت گذار. دوستان عزیز، تمام مردم، تمام سیاحان، توریستان، تماشابینان همه در زیر چی میگن لب دریا که لب ساحل جمع شدن و دارن عزیز سلفی میگیرن، تماشا میکنن، عکس میگیرن. اینا ببینید دوستان عزیز، این خاله که خیلی مسودگی سیامکه دارن خچانه. این هم یکی از کوچه ها و لب ساحلی دریای سن شهر پاریس. دوستان عزیز، توریستا را ببینن در داخل گفتی گپا کشتیان و گفتی بچه‌ها و شاهدای می شهر میگن تا سحر وقتا دمیدون خواب میکنن و مردم دوستان ببینن در لب دریا نشستگیان تو جورا مردم همه گفتی گپا اومدگیان خشونا سرخین کشن و نگفتن هم دوستان عزیز در شب روز در شهر پاریس خیلی هوا گرم است. هوا 30-35 درجه تقریبا گرم است. خیلی مردم گفتی گپا که گرمی یا چشیدن. ایرا بین فعلا ما قرار داریم در شهر پاریس در نزدیک تور ایفل و اینم بالشکوی چی میگن زبان تاجیکان مقیم فرانسه با بیرق آمدن که کمانده تاجیکستان پای کنن، طرفداری کنن، بالشکی کنن. این هم تور ایفل یا برج ایفل.
یک کشتی‌ها را به باور که ایش میره و اوش میره، ایش میره و اوش میره. شهر در گفتی که پا عید دارد. این نبینیم بالشگاه دیگه فقط سلفی گرفته ایسان آلیاشان. دوستانی عزیز است دیگه باید برای شما معلومات بودم. این ساختمان های موقتی را میبینین. اینجا هم استادیون برای راندن المپیاد. محض اینجا سرشید زیدن باید باشه. فکلی مثلا چیرگلو شورای نمو چی میگن؟ آتش مثلا المپیاد. بعد از رافائل نادال دو این اینجا بود. بعد از بالا استودیوی تلویزیون رقمی 2 و رقم 3 شهر پاریس یا دولت فرانسه در اینجا ساختش از موقتی و تمام بازی ها رو همه جا گفتی که پخش میکنه در افیلی رماد افیلی کانال 2 و 3 یعنی رو برای برج ایفل این همه موسته که در همینجا کشاده شبیش چی شد و در همینجا رقص بازی و نمیفهم در همین موست بگم سرعت گرفت و متاسفانه در روز خیلی بارانی هم بود و بینید دوستان عزیز هم از دیگه ساند برج ایفل و میریم دیگه طرف های موست یا پل هوایی و دریای سینه های دریای شهری پاریس دریای سینه میبینید دوستان
دوستان عزیز هنوز هم سیر و گشت ما ادامه دارد و یا ما قرار داریم در بالای یک ماست و این هنوز هم شهر بیدار است، توریست ها گشت گذار دارن و میریم دیگه طرف. یک چیز دیگر رو متوجه شدیم در اینجا در آلمان مثلا در ماستا قلفا رو سخت میکنن، در فرانسه هم سر کردن. این پول در شهر پاریس با نام پول عاشقان یاد میشود. اینجا هم سر کردن نقل شنیده او قدم کم کردن. وینا گوش کستگی این طرف است، این طرف است. چرا ببین سر کردن این یا صحبت پر میشود. هم در زیر برج ایفل یا تور ایفل یا ایفلی باشه. از این هم کشتی‌هایی که در دوران سیر امشب تا سحر کار میکنن و توریست ها را میبرن به این طرف و طرف شهر تا که از تمام جاهای زیبای پاریس دیدن کنن. یک کشتی در داخل دریا، اما درونش پر سیاه او طرفی باشن رفته سن. دوستان عزیز اینجا رسیدیم به پنجم برنامه. این هم بود کم معلومات در باره گشت و گذار شبانه ما در شهر پاریس. و دوستان عزیز خدا کنه برنامه بهر شما پسند آمده باشد. ما خیلی خود را خوشحال می‌شویم. دیگه باقی شما را به خیر پاک و منان می‌سپارم. برنامه‌های بعدی خدا نگهدار. بدرود.